دوستان نگاه کنید که این حرکت 680 پی پی رو چطور این اندیکاتور برای ما از صبح پیش بینی کردش با این فلش قرمز رنگ روی 24 نوامبر و اولین فلش قرمز رنگ رو اینجا به ما نشون داد. توی 50% موقعیت میداد برای وارد شدن و بعدش ببینید که چقدر قشنگ این اندیکاتور تونست این مسیر رو پیش بینی بکنه با فلش های قرمز رنگ دیگه که توی مسیر قرار داد و در نهایت 680 پی پی که برای ما در واقع شناسایی کرد. دوستان این اندیکاتور من مدت هاست دارم توی پیجم معرفی میکنم. سوالات خیلی زیادی برای بچه‌ها پیش اومده که اندیکاتور روی چه نمادی داره کار میکنه. روی نماد طلا فعلا داریم باهاش کار میکنیم. آیا اینکه اندیکاتور خطا داره نداره یا اینکه سیستم مدیریت سرمایه‌اش چطوری هست، همه اینا رو من توی دایرکت بهتون میگم. اگر به من پیام بدید اندیکاتور خوبی هست و میشه باهاش کار کرد و توی مارکت میتونید که